عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی قدر. امیدوارم که هر کجایی که نباشید تن صحت و سلامت باشید و خونتان آباد باشد. اگر دوستان و هموطنان عزیز صدای ما در یوتیوب و فیسبوک می رود، یک نظریات بنویسین تو اینه که انشاءالله همین صحبت امروز شروع کنیم. پیرامون موضوعی که اینجا گذاشتیم و طول یک ساعت یا که بیشتر از یک ساعت در حضور شما قرار بگیریم. همدیران و هموطنان عزیز، ما امروز دو موضوع رو برای برنامه انتخاب کردیم که بسیار حساس هستند و راجع به این موضوع طول یک ساعت یا بیشتر از آن صحبت میکنیم. و علاوه بر این، اگر برادران و خواهرانی که در روند برنامه میخواهم پیوست شوند و فکر نظر خودشون رو راجع به موضوع ها بگویند، و ما آماده ایم که این برادران رو پیوست بکنیم. من برادران و هموطنان عزیز، پیش از آنی که به برنامه با موضوع بپیوندم، اولا از شما خواهش میکنیم که دوستان برنامه ما و یوتیوب کانال ما را دستگیری کنید، زیرا چند مدت می شود ما در پخش مستقیم قرار نداشتیم، نوارهای گوناگونی برای شما پیشکش نمی کردیم و این امکان دارد که به کانال ما کمی ضرر رسانده باشد، چون بیننده ما کمتر می شود و کمتر شده است. از این دیدگاه ما با کمک یک دیگر می توانیم که این مشکلاتی که با کانال ما روبرو شده است این را حل بکنیم و در کوتاه‌ترین فرصت برنامه‌های بیشتری برای شما پیشنهاد نماییم و راوی‌های دیگر و موضوعهای دیگری که در کوتاه‌ترین فرصت از جانب بخش اطلاعاتی سازمان تشکیل کرده می شوند برای شما پیشنهاد نماییم. به همین خاطر دوستان فراموش نکنید لایک خود را بگذارید، ویدیو را پدیلیس کنید، نظریات بیشتر بنویسید و ما انشالله که صحبت را آغاز میکنیم. پیش از آن من به موضوع اصلی بر بگردم و اون دو موضوعی که ما گذاشتیم پیرامون اون صحبت کنم. بسیار یک موضوع دیگه است که من میخوام بسیار خلاصه کرده سر اون صحبت کنم و بعد بر بگردیم سر موضوع اصلی. از آغاز سال 2017 که یکی از بانک‌های تاجیکستان مفلس شد، تاج پروم بانک، تا امروز متاسفانه با مفلس شدن این بانک هزارها ساکن تاجیکستان به مشکلات‌های روبرو شدن که پس‌اندازهایی که در این بانک‌ها داشته بودند آنها را برگرفته نمی‌دانند. طول 8 سال از این واقعیت تقریبا می‌گذرد و هر کسی که پس‌انداز داشت در این بانک با همین مشکلی دو گرفتن پس‌انداز خود روبرو است و تمام دادگاه‌ها و جاها شکایت میکنند، ولی تو امروز هیچ شخصی به داد این اشخاص نمیرسد. اینها یک نفر، دو نفر، 10 نفر نیستند. تعداد این اشخاصی که از تاج پروم بانک پولهاشون را گرفتن نمیدونند شاید به 10 20 صدها نفر برسد. ولی یکی از کسانی که ما راجع اون یک مقاله نوشتیم در سامانه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، این بسیار یک جوانی جبردیده ای که سالهاست باز مقاله های گوناگونی می نویسد، مراجعت های گوناگونی می کند، تلاش های زیادی می کند برای به حقش رسیدن و حق خودش را گرفتن از دست همین حکومت ظالم. این است این مقاله ای که ما نوشتیم. این برادر ما معیوب است و همونطوری که شما اگر از نوارهایی که در سال 2017 آغاز کرده بودن و زیاد شکایت میکردن، همیشه مراجعت میکند و امسال بعد از آنی که با تغییرات کادرداری در ساختار حکومت دیکتاتوری امالی رحمان به میان آمد و در این روند رئیس بانک ملی تاجیکستان که کفالت دهنده تمام دیگر بانک هاست تغییر پیدا کرد، یعنی تغییرات به میان آمد و نفر دیگری این وظیفه رو به عهده گرفت. ولی تا این زمان یک نفر دیگر بود و عین حال این نفر رو موندن و این نفر یک مراجعت دیگر کرد که ما هم در این مسئله
یک نظر خود رو نوشتیم، فکر خود رو نوشتیم و با حکومت دیکتاتوری و رئیس همین بانک نو یک مقاله نوشتم و اینا میخوانند مقاله رو برای شما بخوانم و شما هم میتونید بازم از سامانه ما در اومده مقاله های دیگری رو پیگیری کنید. با احساس وزنین یک مسئولیت شهروندی ما سازمان جوانان برای تاجیکستان این مراجعت را همچون یک دعوت آشکار به حکومت، منصبداران و هر نفری که هنوز وجدان انسانی دارد پیشنهاد میکنیم. این مراجعت مخصوصاً به رئیس نو بانک ملی تاجیکستان طالبزاده فردوس روانه شده است که در پیش راه سنجش مسئولیت و عدالت قرار گرفته است. ما شاهد یک واقعه خیلی تلخ هستیم که یک شهروند معیوب صمداف میرزاخواجه نظرخواجه‌ایویچ که در اساس اعتماد با دستورهای حکومت مبلغ پسنداز خود را در بانک وطنی تاجپرام بانک جایگیر کرده بود 8 سال است که نمیتواند مبلغ خود را بازپس گیرد. این مشکلات که با مفلس اعلان شدن بانک در سال 2017 آغاز شده است تا حال راه حل خود را پیدا نکرده است. در طول این سالها راهبران نهادهای گوناگون از جمله بانک ملی همگی با وعده های بردروغ وقت خری را و به عملی خود نشان دادند که حکومت و منصبداران تا کجا از عدالت و خدمت به مردم دور شدند. خود جبردیده میگوید که رئیس نوی بانک ملی نیز در روزهای قبول شهروندان او را قبول نکرده است. اگر این درست باشد پس این نه تنها با اعتنایی با یک شهروند بلکه خلاف فرمان همین خود دیکتاتور و به احترام نسبت فرمان همین دیکتاتور امامعلی رحمانوف می باشد که در همین سال مراجعت کرد که چیکار کنید شهروندان را قبول کنید و پول مردم را برگردانید. مراجعت به رئیس نوی بانک ملی طالبزاده فردوس همچون یک شخص که به تازگی به این مقام مهم دولتی تعیین شده اید شما امکانیت دارید که نشان دهید که مسئولیت و صداقت به مردم برای شما بالاتر از هر منفعت شخص و نهادهاست. اما اگر شما نیز به مثل پیش گذشتگانی خود این مسئله را نادیده گیرید و تنها وعده‌های خالی دهید پس شما نیز در همان قطاری میافتید که مردم آنها را به بی‌عدالتی و خودکامگی میشناسند. حل مسئله امانتگزاران تاجپرام بانک نه تنها یک مسئله مالیوی نیست بلکه نشان دهنده روحیه قانون سالاری، انسانیت و عدالت در کشور است. اگر شما در این کار بی‌اعتنا شوید پس آینده این بی‌عدالتی و ناامیدی نسبت به تمام نظام دولتداری افزایش می‌یابد. ما از همین دیکتاتوران طلب کردیم که این قضیه را به راه فوری و عادلانه حل کنند تا حقوق جبردیدگان برقرار شود. نه تنها همین جبردیده‌ای که معیوب است بلکه تمام اشخاصی که از این بانک پول گرفتن ولی این برادر سالهاست از حق خودش با همین معیوب بودنش دفاع میکند. این جسورانه است و این را میگویند مردانگی که در مقابل هر گونه دیکتاتوریت هر گونه ظلم میایستد و مبارزه میبرد تا اینی که حقش از دهان ظالمین کشیده گرفته شود. من به دیگر رسانه ها و دیگر نهادها مراجعت کردم و اشخاص مراجعت کردم که رسانه هایی که با نفوذ هستند و توانایی دفاع دارند از حق این جبردیده دفاع کرده شود و صدای این جبردیده به کل جهانیان رسانیده شود. خانه اش را فروخته پولش را در این بانک امانت گذاشته است و امروز میبینید که با اعتمادی که با این حکومت کرده با اعتمادی که به این نهادها کرده امروز به کجا آمده رسیده است. تأمین پاسخگویی آن منصبدارانی که در حل این مسئله سالهای زیاد کوتاهی و بی‌اعتنایی کردند یعنی اونها را پاسخگو گردانید. جاری کردن نظام شفاف در مناسبت با پسندازگران و حل مسئله ها در دایره مهلت های واضح. و اگر شما این پسندازهایی که مردمی که پولشان را از خانه اشان بیرون میکنند میرن در بانک میگذارند ولی اگر شما به آنها گارانتی ندهید و برای آنها اعتماد حاصل نکنید بدانید که مردم تاجیک پولشان را میبرند در خارج کشور میمونند و در داخل وطن این کار را نمیکنند. این عاقبتش بانک های تاجیکستان را مفلس میکند و اعتماد را بین مردم و بانک ها دور میگرداند که هیچ وقت این مردم با این بانک ها همکاری نمیکنند.
وقتی یک بانک وطنی چون این کارها را میکند و رئیس بانک ملی که تعیین می شود با این کارها اهمیت نمیتید و رئیس پیشین برای بی‌اعتنایی‌اش به جوابگری کشیدن نمی شود، چگونه ما میتوانیم باور داشته باشیم که آینده این ملت به بانک‌های ملی به بانک‌های تاجیکی اعتماد باوری کنند؟ پس پولی که این مردم میگذارند به بانک‌های خارجی است که با آنها باوری میتیند، اعتماد میدهند. این مگر ضرر به ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های ملی ما و شما نیست؟ به ارزش‌های دولتداری ما و شما نیست؟ همین حکومتدارانی فساد زده باعث شدن که این مردم چیکار کردن؟ دیگر به این بانک‌ها اعتماد باوری نکنن، یک معیوب را به رحمش نمیرسن، اهمیتش نمیدهند. ما همچون یک سازمان جوانان از عدالت طلب میکنیم و امیدواریم که هر یک شخص و راهبری که وجدانی بیدار دارد نسبت به این قضیه بی‌طرف نخواهد ماند. یعنی ما مطمئن هستیم که حد امکان در داخل همین منصبداران هم یکی از کسانی که حد امکان ذره ایمان و باوری، ذره تاجیکیتش، انسانیتش در وجودش باقی مانده است، از حق این مظلوم دفاع میکند و مجبور میکند که پول این انسان برگردانیده شود. متاسفانه در تاجیکستان پول بانک ها خیلی زیاد دزدیده می شود. می روند یک خانه را قرض می گیرند یا پول را از بانک قرض می گیرند و کفالت یک خانه را می گذارند که او خانه تقریبا 20,000 دلار است، ولی او را می گذارند که اون خانه مثلا 1,000,000 دلار یا که 100,000 دلار ارزش دارد. او پول را از بانک می گیرند. وقتی که بانک می خواهد پولش را بازپس بگیرد، این آنده پول ندارد، می رود در عوض 100,000 دلار این خانه 20,000 دلار را می گیرد. پول مردم را این گونه از داخل وطن، از داخل همین مردم دزدیده چیکار میکنن؟ با طریق کسانی که در حکومت فساد زده هستند میدزدند. ولی مسئولین کمک رسان این دزدی ها هستند. میبینید که به معیوبان ما، به معلولان ما حتی کمک نمیکنند. این مشکلات هر روز زیادتر و زیادتر می شود. همدیاران عزیز، این یک سرسخنی بود در موضوعی که ما میخواهیم صحبت کنیم، یعنی پیش از موضوعی که ما میخواهیم صحبت کنیم و بعدا میگردیم به اون دو موضوعی که ما گذاشتیم. من حالا بسیار حساسیت موضوع ها را جدا کردم که ما امروز میخواهیم پیرامون دو موضوعی که عین حال ما سرلوحه برنامه را گذاشتیم در برنامه قدرت و حقیقت، این نبودن برق در تاجیکستان یا اینکه لیمیت برق جاری شدن و این چنین مشکلات سخت مهاجرت مهنتی که امسال تصمیم گرفتن قانون‌های جدیدی را، قانون‌های نوی را با میان بگذارند که اون میتواند مشکل کشا برای تمام افرادی که در خارج کشور و مخصوصا در روسیه قرار دارند با اونها روبرو شوند. به همین خاطر ما که دوباره کار خود را در روسیه آغاز کردیم، به همین خاطر میخواهیم از موضوع مهاجرت مهنتی آغاز کنیم و بس برگردیم به موضوع بی‌برقی در تاجیکستان. همدیاران و هموطنان عزیز، در روزهای اخیر که با تطبیق قانونی نوی که در فدراسیون روسیه از جانب دوم پیشنهاد شد، بعداً پرزیدنت هم به او امضا گذاشت، عملی شدن او در روزهای کوتاه نزدیک می شود و ما پیرامون همین موضوع صحبت میکنیم. اینجا یک از رسانه آزیا پلوس من یک مقاله را گرفتم. این مقاله را در اینجا با هم میخوانیم و با هم میبینیم که چی قانون‌های در روزهای نزدیک پیش میاد بالای سر مهاجران و مهاجران مهنتی که در فدراسیون روسیه قرار دارند، چی کارهایی را باید اهمیت بدهند که برای آنها، به جان آنها، به مال آنها ضرر نرسد. و اگر که این نازکی ها را شما نگاه نکنید، مطمئن باشید که به شما ضرر میرسد و هیچ کسی از حقوق شما دفاع نمی کند. برای همین هموطنان و همدیاران عزیز، من شما را با رسانه‌ای که این مقاله که از آزیا پلوس است آشنا می‌سازم و کوشش می‌کنیم که این موضوع را با هم بررسی و تحلیل کنیم. همونطوری که شما در روی تلفن خود یا کامپیوتر خود می‌بینید، در اینجا مقاله نو نشر شده است که در آزیا پلوس که نوشته است پلیس هم می‌تواند اخراج کند. از ماه فوریه برای مهاجران در روسیه چه تغییرات می‌یابد؟ یعنی از این ماهی که پیش می‌آید، ماهی بعدی، تغییرات جدیدی در
قانون‌های فدراسیون روسیه به میان میاد. یک از این تغییرات‌ها این اجازت دادن اخراج کردن اجباری یا که به اصطلاح روسی دپارتاسیا به دست پلیس است. یعنی تا این زمان اگر شما را فقط دادگاه حقی دپورت کردن می داشت، امروز یک پلیس عادی میتواند شما را فدراسیون روسیه چیکار کند؟ دپورت کند. این در حالی است که روسیه کشوری فساد زده است و فساد در جامعه بیشتر می شود. شما هر لحظه یک دستگیر میکنن در عوضی که این 1000 روبل 10000 روبل 5000 روبل فساد میدادید نجات میافتید، چون میگفتن که شما خب پراپسکا ندارید این و آن، عین حال شما با این رها نمییابید، زیرا شما را یک پلیس هم میتواند تهدید کنند که من عین حال شما را چیکار میکنم؟ دیپارت میکنم یا اخراج میکنم، به خاطر که این حق بعد پلیس ها هم داده شده است. یعنی دادگاه دیگر لازم نیست، به یگان زندان هم فقط میتونه میگیره دیپارت میکنه و شما را به تاجیکستان اخراج میکنه. یعنی در یک کشوری فساد زده این گونه قانون ها قبول کردنش واقعا ظالمانه است و حالتی مهاجران مهنتی را باز هم بدتر میکنه. تغییرات مهم در قانونگذاری روسیه را به مهاجران کاری تاجیک خاطر رسان میکنیم. از 5 فوریه سال 2025 در روسیه قطار معیارهای نوی قانونگذاری مورد عمل قرار میگیرد که به واسطه به مهاجران مهنتی دخل دارد. در این باره پارلمنتسکا گازتا که نشریه رسمی مجلس فدراسیون روسیه است خبر میدهد. مقامات پلیس می توانند درباره اخراج مهاجران قرار قبول کنند. قبلا قرار درباره اخراج مهاجران تنها از جانب دادگاه یا که سود قبول کرده میشد، اما از 5 فوریه سال 2025 وکالت میدهند این قانون به سرعت بخشیدن به روند اخراج شهروندان خارجی که قانونهای روسیه را رعایت نکردن مساعدت میکند. علاوه بر این در قانون برای خدمترسانی های طبقی قانونگذاری منع شده به مهاجرانی که به فهرست شخصان تحت نظارت داخل شده اند جوابگری پیش بینی شده است. اندازه جریمه ها چنین است: برای شهروندان تا 5000 روبل، برای شخصان منصبدار تا 50000 روبل، برای شخصان حقوقی تا 500000 روبل. مهاجرانی که باید اخراج شوند نمیتوانند در روسیه عقد نکاح کنند. این قانون دیگری است که برای مهاجران مهنتی به میان آوردند. طبق قانونگذاری تحت رقم 260 از 8 آگوست سال 2024 نسبت مهاجرانی که در این کشور به اساسهای قانونی اقامت قرار دارند ریچه اخراج جاری کرده می شود. علاوه بر اخراج مأمور این شخصان باز با یک قطار محدودیت ها دچار می شود. یعنی هر شخصی که این نقطه رو عمل نکرده است، یعنی از 8 آگوست سال 2024 تا این جانب در روسیه غیر قانونی زندگی می کند، کشور اساسهای قانونی اقامت قرار دارند که ریچه و اینو نگاه کن، از 8 آگوست سال 2024 نسبت مهاجرانی که در کشور به اساسهای قانونی اقامت قرار دارند. این نقطه رو در نظر بگیرید که اگر شما با این مشکل روبرو هستید در فدراسیون روسیه، مطمئن باشید که شما رو چیکار میکنن؟ اخراج میکنن. علاوه بر اینه که اخراجتون میکنن، باز چند محدودیت ها نسبت شما جاری کرده میشود. یکی این جریمه که در بالا ذکر کردیم. دیگر منبع بستن عقد نکاح، یعنی شما دیگر در فدراسیون روسیه نمیتوانید عقد نکاح کنید وقتی که شما غیر قانونی زندگی میکنید. یعنی شما نمیتوانید ثبت تجارت کنید، شما نمیتونید در یگان جای یگان رستوران باز کنید، در یگان جا نمیتونید یگان لفکه باز کنید، نمیتونید یگان کارهای تجاری انجام بدید. سوم، شما نمیتونید یگان چه خرید کنید، یعنی خریدی ملکی، شما نمیتونید زمین بخرید، خانه بخرید. قبلا در روسیه با خریدن زمین، خانه و امثال این چیزها شما میتونستید در روسیه قانونا مثلا درخواست شهروندی کنید و امثال این چیزها را نمیتونید انجام بدید. محروم شدن از حقوق رانندگی، حتی ماشین راننده شما دیگه در فدراسیون روسیه را حق ندارید و حتی اجازت نامه اون رو نمیتونید بگیرید. محدودیت ها در عملیات های مالیوی، یعنی این به منظور تا باز نکردن صورت حساب هاست. حتی نمیتونید یک حساب بانکی باز کنید، از کارت های بانکی استفاده کنید، پول روان کنید یگان کشور. این محدودیت ها نسبت شما بازم جوری کرده میشد. محدودیت ها در حرکت، شخصان تحت ریچه اجبار شده نمیتوانند از حدود منطقه یا شهرداری معین بیرون شوند. حتی شما
از این شهر به شهر دیگر طبق اساس این قانون نو نمیتوانید کار کنید، سفر کنید. اینجا تنها در اینجا من طولانی تر نمیخوانم، در اینجا با صحبت های ویدیویی برای ادوکات ها یک و گمانبر شده و کسانی که دستگیر میشوند یک سبوکی آوردن که میتونید با وکیل خود با توسط همون اسکایپ است یا اینکه دیگر نرم افزارهای اطلاعاتی صحبت کنید با تصویر با ویدیو و با اونها مشکلاتتون رو بگین و امکان داره که به شما کمک کنن یا نه. ولی به احتمال زیاد با این جرم نمیزنه، چون حالتهای مهاجرتی مهنتی تا اونجا اومده رسیده است که دیگر به هیچ کسی شما رحم نمیکنه. دوستان عزیز، در اینجا از پیروز چند نکته دیگر رو ذکر کرده است که چرا این تصمیم ها مهمن. من به این تصمیم ها خودم صحبت میکنم چون دیگر لازم نیست ما این را از پیروز برای شما در بالای اکران مونده صحبت کنیم و چند نکته رو ما خودمون اینجا صحبت خواهیم کرد. همدیران و هموطنان عزیز، شما یک چیز را در نظر بگیرید که وقتی که شما مسئول ندارید در یک کشور و یک وکیل ندارید و شما کسی که از پشت شما دفاع میکند، حکومتتان باشد، دیاسپوراهای مخصوص باشند یا اینکه نفران فعال جامعه شهروندی باشند که از حقوق شما دفاع کنند موجود نباشد، سفارت، کنسول و امثال این چیزها، شما با مشکلات روبروی میشوید که سختی اون رو خود شما تحمل میکنید. مثلا خودتان رو در یک حالت قرار بگیرید که شما از مال و ملک، از دارایی مال و ملک محروم میشوید، از تجارت محروم میشوید، از خانه خریدن محروم میشوید، از کار و فعالیت در بازار و مناطق محروم میشوید، از حرکت در راهها ممنوع کرده میشوید، همه چیز رو از دست میدید. در اون حالت شما را چی میتواند کمک کند؟ یعنی تصور کنید که امروز هزارها شهروندی تاجیکستان در همین حالت گرفتارند. یعنی من تنها ده ها شهروندی تاجیکستانی که امروز در فدراسیون روسیه قرار دارند و بدون اجازه اقامت در اونجا هستند که تعدادی اونها خیلی زیاده است، با همین مشکل روبرو هستند. نباید خود رو از این تصویر دور کرد. برای همین اگر شما درآمد خوبتر دارید در فدراسیون روسیه، این قانون ها را حتما رعایت کنید و تا زمانی که یک حل مشکل به میان نیاید و یک حکومت تصمیم گیرنده و یک حکومت مسئول در تاجیکستان نباشد که برای شما در هر کشور خارج سبوکی را نیارد، این قانون ها را باید شما رعایت کنید با هر طریقی که همون کشور میزبان نمیخواهد. ما نباید در کشور میزبان رفته برای آنها قانون های خود را چکار کنیم، مجبور کنیم که عملی کنند. آنها کشور میزبانند، اون را تنها حکومت ما موظف است که مجبور بسازد تا قانون های سبوکی را نسبت شهروندان ما تطبیق کند، نه خود ما در کشور میزبان حقی نداریم که اونها را مجبور بسازیم قانون‌های را تطبیق کنند که به ما ربط دارد. این فقط بین حکومت هاست. حکومت حق دارد این کار را کند. مثلا در مثال فدراسیون روسیه، حکومت تاجیکستان توانایی چنین تاثیرگذاری را دارد اگر استقلالیت کامل وجود داشته باشد. مثلا 201 دیویزی در تاجیکستان چیکار میکند؟ اونها برای ما پول میتونن برای اونجا موندن؟ نه. برای همین برای هر یک سربازی که در فدراسیون روسیه در تاجیکستان قرار دارد، باید روسیه 10 شهروند تاجیکستان را بدون یگان روادید، بدون یگان مبلغ سپاری اجازت بدهد که در فدراسیون روسیه زندگی کند. وگرنه باید ما هم در تاجیکستان برای هر یک شهروند روسیه و مخصوصا نفران نظامیش محدودیت جاری کنیم که آنها چیکار کنند؟ تازه راه گشتن نتوانند تا زمانی که این کارهایی که در فدراسیون روسیه نسبت ما انجام داده می شود در اونها انجام داده شود. یعنی حکومت مسئول این مسئله ها را در نظر می گیرد و تمام این مشکلات را، حل این مشکلات را می بیند. در همین سال گذشته، در سال 2024، تعدادی اشخاصی که مجبوراً اخراج کرده شدن از 80 تا 100 هزار میگذرد. یعنی در یک سال از فدراسیون روسیه اینقدر مردم رو اخراج مجبوراً دیپورتاسیون کردن. این بار اول نیست. برای همین وقتی که ما میخواهیم در یک موضوع اهمیت و تیم صحبت کنیم، باید کاملا تمام اطراف اون رو ببینیم که به یک شهروند تاجیکستان اون تاثیر میگذارد یا نمیگذارد.
مشکلات مردمی ما هر روز در فدراسیون روسیه زیاد میشه. شما ببینید که 10 سال پیش در فدراسیون روسیه چه حال داشتیم، 15 سال پیش چه حال داشتیم، 20 سال پیش چه حال داشتیم و عین حال چه حال داریم. فرقیت از زمین تا آسمان است. در روسیه قبلا مهاجر مهنتی که از تاجیکستان می آمد آبرو داشت، شأن و شرف داشت، احترام داشت و روز تا روز این آبرو، این بی‌اعتنایی از بین رفته است. مثال میگیریم، چند روزی پیش یکی از وکیل‌های نجات پرستی روز در پارلمان همین کشور از کتاب‌های تدریسی تاریخی در تاجیکستان تنقید کرد و گفت که در اونجا میگویند که تاجیک‌ها نباید، یعنی که تاجیکان نباید اون چیز رو بنویسن که خودشان میخواد. ما رو همچون یک دولتی، یعنی روسیه رو همچون یک دولتی غاصب معرفی میکنن. ما نباید بگذاریم که تاجیک ها در دولت خودشان، در سرزمین خودشان، در مکاتب خودشان، به فرزندان خودشان ما رو غاصب بگویند که روس ها آمدن تاجیکستان رو غصب کردن، مگر چیزی دیگری بود. یعنی کار تا آن درجه رسیده است که نه اینکه ما در فدراسیون روسیه در عذاب و زحمت و ذلت قرار داریم، بالای ما قانون‌های قبول میکنند که ما هیچ اون قانون رو عملی کردن نمیتونیم. علاوه بر همین کار میکنن، باز نمیگذارن که در داخل وطن خودمان، یعنی در درس های خودمون چیزی بنویسیم که تاریخ اون رو چیکار کرده است، گواه هست که چنین حالت بوده، یعنی واقعیت را بنویسیم. پس کدام حکومت ما میتوانیم سخن بکنیم از حکومتداری، از دولتداری در تاجیکستان وقتی چنین حالت ها به میان میاد؟ رادیوی آزادی یک نواری رو نشر کرده است در همین موضوع. ما این را از رادیوی آزادی کوتاهش را برای شما میگذاریم. خب میگردد. برادرها اگر صداش پس باشه برای من خبر کنین. رو برایتان در برنامه امروز با تفصیل میگوییم. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا روزگار مهاجر رو انتخاب کردید. به احتمال قوی سال 2024 دشوارترین سال برای مهاجران تاجیک در روسیه بود، ولی به نظر می رسد که سال 2025 هم سهل و آسان نمی شود. زیرا مسئله مهاجران و تنظیم کاری آنها، به ویژه مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان، با تشبث سیاستمداران و دولتداران روسیه همچون مشکل اولین درجه به مثل تجاوز این کشور به خاک اوکراین بازتاب می گردد. در آخرین فرمانی که پرزیدنت پوتین در سال گذشته امضا کرد، به مهاجران شرط گذاشته شده است که تا 30 اپریل یا نام خود را از روی خط سیاه بیرون کنند یا خودشان از کشور بیرون شوند. پاتریارخ کیریل نیز هفته روان در روز زادروز عیسی مسیح دیگر باره اوید ضرورت پرزور کردن نظارت دولتی از بالای مهاجران سخن گفت. به اندیشه او روسیه باید خارجیان را تنها به بخش‌های علیحده اقتصادی جلب کند. به گفته پیشوای کلیسای پروسلاوی روسی، استفاده نیروی کاری مهاجران نباید به امنیت ملی تهدید نماید. ما که به مهاجران زندگی میکردیم، اما از نقطه نظر کارفرمایان شاید چیزی که ما به آن بوده نمیتوانیم این نیروی کاری ارزان است. از حساب آنها میتوان پول کار کرد و سرمایه جمع نمود. ریت‌های ضد مهاجران که در سال 2023 از جانب نیروهای انتظامی زیر عنوان نیلیگال شروع شده بودند، در سال 2024 توسعه یافتند. به ویژه سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کراکوسیتی هال که 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند شدت گرفت. مقامات روس بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در انجام این حمله گمانبر اعلام کرده است. این حادثه نه تنها باعث به افج بیگانه ستیزی در روسیه شد، بلکه سبب محدودیت‌های بی‌سابقه قانونی گشت.
می‌داشتند که ایمالیا رحمون پرزیدنت تاجیکستان ضمن ملاقاتش با پرزیدنت روسیه در روز 24 دکبر مشکلات مهاجران را مطرح خواهد کرد. زیرا قبل از این دیدار یاوری ولادیمیر پوتین گفته بود که این مسئله حتما بررسی می شود، اما نه در متن صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه و هم خبرنامه‌ای که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد اشاره به موضوع مهاجران نبود. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید در این مدت ورود تقریبا 150,000 شهروند خارجی را منع کردند. آمار دقیق هزاران نفری که از فرودگاه‌ها برگردانیده شدند جای اعلان نگردیده است. یکی از مهاجران اخراج شده رجب علی جمعیف است که اکنون راهش به این کشور برای 10 ساله ها محکم شده است. 2019 پا میرفتم میومدم فدراسیون روسیه خیلی 100% بوده میرفتم میومدم هیچ پرابلم نه یارون چینه بعد این پرابلم که کشور توش شد بعد همین غم دادن تو چرا ما رو یک موقع پیدن دمی ما اول دوون فرم کردیم بعد رفتن ده خاپیدم ما خیلی گفتن توی سومره بیاد 100% گپ بگذره سو چی میکنه تا خلاصا ما اومده دوی مورا که رفتیم مورا در پاسپورتمو پچت فارسی رفای کردن و یا سال دیپورت دادم 50 سال. چطور شد که در حجت‌های شما مهر قلبکی رو پیدا کردند؟ ولو نمیفهمیدیم خیلی گفتیم یعنی سنمیره میفتیم خیلی چی میکردیم خیلی با موجیر میدونن لو باید ادامه میدونن که سال 500 1000 میدادیم سال پچت فارسی میدادن خاطر میرسون که خیلی میکردیم چی میکردیم بعد از اون قسم وقتی رفتن ده 1000 روبلی جمع ها سر هر پچت بودیم گفتن که چی میکنیم نکردیم شون بعد اون در بازش برام همراه شما باز مهاجران دیگری هم بودند که به روسیه را داده نشدند؟ فارسی برومد سال گردوندم همه قودم سال پر بدادم که سال به یگان سبب گردوندنشون آدمای بودن که سال پاسپورت‌های دوداراشون سال دیپورت دادن تلفنشون بود با اون خاطر سال دیپورتشون کردن سال سودم آدمای بودن که سال دور یوشون از سودم میدن سال مسافر بودن با خدا گردوندنشون به یگان سبب اون مردم میگه که سال مرد گذشته میخوام تای کامنتر ویدیو میبینم میگن که ما رفتیم گذشته میسوس خیرم تقدیر اپاجون نصیب تقدیر. خود شما که احساس کردید که مناسبت نسبت مهاجران تغییر یافت؟ همین 2019 اولین مرافق کردم سوز به سویش کرغم نمیدادم اول رفتم استرویکا کار میکردم بعد استرویکا سول کراسناس رفتم تاتیخ تویو کار میکردم سول این خیلی پرابلم نبود بعد همین کروکوس موجود آقام بودن. آیا بعد دیپورت شدن این دوستان گرامی یک حالتی مردم تاجیک است که شما میتونید این حالت رو احساس کنید وقتی که یک مهاجر مهنتی از فدراسیون روسیه اخراج می شود به تاجیکستان برمیگردد واقعا در تاجیکستان هم در حالت بد قرار میگیرد و پیش از آنی که ما یک کشور میریم اول وضعیت ما در داخل وطن میبینیم در داخل وطن ما وضعیت داره میانه و همین مهاجرت رفتن خودش یک از سبب‌های ناراضیت نسبت همین حکومت و نبودن جای کاری یعنی تنقید به همین حکومت است که شما کشور خودتان جای گرم خودتان رو که در اونجا خویش توار فرزندا مادر پدر و دیگه اقربا هست ترک میکنه به یک کشور دیگه میره و این خودش نشانه یک بی‌اعتنایی و به اهمیتی این حکومت است که مردم رو مجبور می‌سازد که به مهاجرت مهنتی بروند و در مهاجرت مهنتی هم طوری که شما دیدید بعد از حمله کراکوو سیتی واقعا با مهاجران مهنتی مشکلات خیلی سختی روبرو شد و این مشکلات با همه شهروندان تاجیکستان چی کسانی که شهروند روسیه داشتن چی کسانی که نداشتن چی کسانی که اصلا اسناد نداشت به همه روبرو شد و همه در آزار و اذیت قرار دیدن و حتی اون روز یک تاجیکی دیگر نوارش رو پرتافتن که بازم تعریف توصیف از حکومت روسیه و از حکومت تاجیکستان میکند و گویا که در عوض پول رفته است در اوکراین میجنگد یعنی ده ها مهاجر مهنتی ده ها شهروند تاجیکستان هم با مجبور کردن که با در عوض پول برای کار کنند در جنگ قربانی شوند و در جنگ کشته شوند اسمی اشخاصی که در جنگ کشتن چندین نفرش آشکار شد و اول چندین نفر دیگه که از ترس و هراس نمیخوان اسم فرزنداشو گرفته شود یا اینکه شوهرایشان یا فرزندانشان خیلی زیاد است برای این پیدا کردن ما واقعا سالها وقت طلب میکنیم که یک حکومت عادلی به تاجیکستان بیاید و اسم اشخاصی رو که در جنگ‌های خارجی قربانی همین گونه
سیاستی نادرست شدن پیدا کنیم و این تعدادش کم نیست و تعداد اون ما میتونیم سالها و ماها پیدا کنیم. من این چرا دور نمیکنم و به این فرمان کمی از زبان همین حقوق شناسی که چند نقطه حرف میزند کارشناسا را فکرشون نظرشون گوش میکنیم و بعد برمیگردیم به موضوع. شما میدونید که غیر قانونیان همونجا مهلت داره تا 5 فوریه باید برآمده شوند و با ما مصلحت میکنیم برادر تو 5 فوریه انتظار میکنم. تنظیم معلومات رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزدیک کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید از مهاجرانی که در این رویخط نامشان را پیدا کردند زیاد مراجعت میگیرند. دوره هم پاندمی رقم تلفنی ما 5 شدگی بود. از دیگه ولایت ها ما مراجعت میتونم زنگ میزنم. ما خدمات وزارت مهاجرت شغل اهالی نمایندگی داره در مسکو دارم و ما رقم تلفن دادگی و همون رقم تلفن رو با اونها توصیه میدیم که همونجا زنگ زنید معلومات خودتون رو فرستید با واسطه واتساپ. اونها این معلومات مثلا بسیار روی خطا هستن که در روی خط شخصی یافتگی هستن اما علاقه حجتش همش بوده باشت است. یا خیلی بعضی شهروندی هم گرفتگی هستن لیکن در روی خط هستن این ممکن خطا شده باشد. برای اصلاح همین همون شهروند باید حجت خودش را با واسطه واتساپ در همون نمره لازمی در فرستادگی ما اونو اتصال میکنن و کارمندان نمایندگی که در مسکو هستن اونها با وزارت کارهای داخلی با نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه همین معلومات رو میفرستن چون که اونها عیبخط گیرن. یکی شخصی که حجت ندارن تماما حجت ندارن خودشون میدونن که غیر قانونیان همونجا مهلت داره تا 5 فوریه باید برآمده شوند و با ما مصلحت میکنیم برادر تو 5 فوریه انتظار نشن. باز یعنی سری وقت پیستا به وطن رفت 3 ماه بیستیم بگردیم بیاییم چون که بعد دیگر به طرز اتوماتیک اونها مثلا میگیریم به درگاه حساب میکنن و مشکل تر میشه. ممکن اگر مهلتشون بتن مهلت 5 سال رو به درگاه کنن احوزی اگر وایو مثلا میگیریم همین خیلی پیستا به وطن برون اون 3 ماه نیستن اثر نه اومده با حجتشون بوده باش میکنن باید همینجا زندگیشون کار و فعالیتشون دوام میتن. در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه 30 دکبر سال 2024 فرمانی را امضا کرد. طبق آن مهاجرانی که در حدود این کشور غیر قانونی قرار دارند عهده دارند تا 30 اپریل سال 2025 وضع حقوقی خود را تنظیم کنند یا روسیه را ترک نمایند. جزئیات این فرمان را حقوقشناس تاجیک محمد جان صابیروف شرح می‌دهد. این یعنی فرمان نوی پرزیدنت روسیه که در آخر ماه دکبر سال 2024 به تصویب رسید این برای همون آدمانی هستند که تا 5 فوریه از حدود روسیه میبرآمدند. این برای همون آدما است و آدمانی که به حجت هستند در حدود روسیه هستند و یعنی در میگراسیون کارتشون سلویس و گوستی بود یا اینکه اوچوبا بود یا اینکه ترانزیت بود همونا میتونن که با خدمات مهاجرتی که در همون کجایی که با قید گرفتگی هستن یعنی رجیستراسیون در کجایی هستن و همونجا رفته از سر نو میگراسیون کارت رابطه گرفته و رفته پاتین گرفت و این چنین آدمانی که هستن که یعنی پاتین گرفتگی بودن سری وقت اویداملینی کردگی نبودن برای تروداوی دگور پاتنتای اونو انالی رو چیدگی بود همونو از سری نو میتونن که رفته یعنی پاتنتی نو سپوریده پاتنتی نو گیرن یا اینکه پاتنتی کهنه شونه واسطه نمیکنه و این چنین آدمانی که RVP یا اینکه VNG شون انالیز کردگی بودن تا 30 اپریل همونو هم اجازه دادن که RVP و VNG شون واسطه نمیکنه. در حالتی که همین شهروندانی که بسیاری که در حدود روسیه غیر قانونی گشتگی بودند همونو را در همین اوکاز آمادگی شده است که با پونکت 8 12 14 статья 27 F214 F215 запрет نمونند تا اینکه اینا قانونی خودشون قانونی. محمد جان صابیروف مشخصا میگوید که فرمان نوی پوتین مهاجرانی را که اخراج شده و بیرون از روسیه هستند فرا نمیگیرد. نه و آدمایی را که زپرت موندگی هستند باز خواهش میکنم زپرت از ودوارینی فرق میکند. آدمایی را که سود ودواریت کردگی است این برای آدما دخل ندارد. آدمایی را که زپرت موندگی هستند یا اینکه استاتیا نژلاتلنی که Роспотребнадзор میموند په پونکت 7 статья по пункте 7 час перед статья 27 F214
همین آدمان اگر که ساز باشن و ما مراجعت کردن، ما از کمک میکنیم و رفته انالیزهای خود از سر اینا میسپارن و باز از سر اینا برای پاتریک نظر مراجعت میکنیم. در اساس همین اوکاز یعنی زپریت های همینا را سنیمت میکرده میشد و آدمایی که زپریت دارن و در حدود روسیه قرار دارن و این آدما هم یک اوسونیو آوردگی شده است که اینا میتونن که به همون خدمات مهاجرت یا اینکه به ما مراجعت کنن، ما کمکشون میکنیم و زپریت اونها رو یعنی در اساس همین فرمان پرزیدنت سنیمت میکنن و از سر اینا قانونی کرده کار میکنن. باز خواهش میکنم که این یعنی آدمانی که در تاجیکستان هستن یا اینکه ودورینی هستن، برای ما بسیار مراجعت ها شده هستن که بعضی ادوکات ها یعنی با یک مبلغ کلان ودورین اونو را بیکار میکنند. این همش دروغ است و اینو باور نکنید. به هر حال چگونه عملی شدن این فرمان رو وقت نشون خواهد داد، اما حالا رو میاریم به محدودیت‌های دیگر اعلان شده در نسبت مهاجران. دوستان گرامی، دیگر من این نوار به نظرم کافی است برای شما بگذارم و محدودیت دیگر ما از پیروز برای شما خواندیم و محدودیت دیگر ما برای شما گفتیم. البته چند حرفای دیگه اینجا از جانبی دیگران هم زده شده است در این نوار، اگرچه من اونها رو دیگه مثلا شما نمیرسونم، شما میتونید از رادیوی آزادی این نوار رو برای تماشا کنید، مشکلی ندارد. ولی به هر صورت هموطنان و همجوران عزیز و گرامی، هر کسی که در فدراسیون روسیه قرار دارد وضعیت خیلی مهمتر از وضعیت شما واقعا خیلی سختی قرار دارد و کوشش کنید که به هر اشخاصی که میخوان برای شما کمک کنند به اونها اعتماد باوری نکنید و از هر جایی که برای شما کارهای با پول خیلی زیاد پیشنهاد میکنند تحقیق کنید و بررسی کنید، به هر کس اعتماد باوری نکنید، زیرا همین کراکوسی خودش یک نمونه مثالی است که مردم رو فریب کردن، تاجیک‌ها رو فریب کردن، برای ماشین رو از اینجا به اونجا بردن و امثال دیگر و 10 نفر در همینجا بدون یگان دست داشتن پاشون به اینجا کشیده شد و عین حال در زندانن، لطوکوب شدن، شکنجه شدن و امکان دارد که اونها رو به همین اتهام هم بازم برده 20 سالی که عمر برباد زندان کنند و خدا نکند که کدوم تاجیکی و تاجیکستانی و مسلمانی واردی چنین قضیه ها شد. برای همین هموطنان و همدیران عزیز، پیش از آن که هر پیشنهادی برای شما می شود، او پیشنهاد رو خوب تحقیق کنید و بررسی کنید و تحلیل کنید، بعد با اون عمل کنید، وگرنه سفر شما و یا اینکه اهمیت ندادن شما با چنین حالت‌ها به شما مشکلات ها روبرو میشید. همونطور که شما میبینید هر شخصی نجات پرست امروز در فدراسیون روسیه در پشت یعنی از پشت شما ایستاده است تا یک گام یک مشکلاتی رو بالای شما بیارد و همونطور که میبینید در دوم نسبت شما از راه قانونی بدی میبینند و دیگرش باز میبرد، هزارها حرف بدی میزند. روز که چین امروز برآمده یک ویدیو و یک نواری تاجیکا رو گرفتن مسخره و هزارها بهتان و تهمت نسبت ما و شما میزند. برای همین از همه حالت خودتان نگه بدارید و کوشش کنید که شما رو پروردگار اول کمک بکند و دیگر کمک شما دست خود شما باید باشه، زیرا دیگر هیچ نفر شما رو در فدراسیون روسیه کمک نمیکنه. خب همدیران عزیز و هموطنان، ما همونطوری که میدونیم متاسفانه موضوعی که ما گذاشتیم، یعنی موضوعی که گذاشتیم در مسئله برق است که متاسفانه برق در تاجیکستان همیشه محدود میگردد و لیمیت برق یکی از مسائلی است که از آغاز استقلال تاجیکستان همیشه در ذهن مردم تاجیکستان و حکومتداران وجود داشته و همیشه پیرامون این موضوع صحبت‌های گوناگونی کرده. خود امومالی رحمانوف در انتخابات‌های قبلی که چه انتخابات‌های پرزیدنتی و انتخابات‌های پارلمانی خیلی صحبت‌های زیادی کردن و وعده‌های زیادی دادن و در صحبت‌های سخنرانی‌های سالانه‌اش نیز این صحبت‌ها را همیشه کردن و همیشه پیرامون برق حرفا زدن و وعده دادن که لیمیت برق از بین برده می شود و امسال فلان سال همه ساله این حرف ذکر میشه و مخصوصا رحمانوف یکی از برنامه‌های پیش از انتخاباتیش در همه دوران پیش از انتخاباتیش همین لیمیت برق از بین بردن بوده است که من لیمیت برق را برای شما وعده میدم که کاملا از بین میبرم، ولی همه ساله این لیمیت برق به میان میاد، ولی و باز هم امسال این لیمیت برق
متاسفانه دامنی مردم تاجیک رو بیشتر و بیشتر کرد و مشکلات مردم رو خیلی زیاد کرد. شما یک بار تصور رو احساس کنید که شما عین حال در زمستانی سردی و خنکی در تاریکی در داخل خانه خود قرار دارید، با فرزندان خود و چی احساس خواهید کرد اون زمان، چی برداشت خواهید داشت در چنین حالت. و فکر کنید که ده ها فرزندان مردم تاجیکستان عین حال در تاجیکستان در چنین حالت قرار دارند، در سردی زمستان، در خنکی، در تاریکی نشستن و منتظر به یک امید، به یک روشنی، به یک نیرو و یک نور که بتواند خانه اونها را چکار کند، روشن کند، خانه اونها را گرم کند. ولی نگاه نکرده به همه همین حکومت تاجیکستان چی چیزش رو با علم آور بود برای من که این موضوع رو انتخاب کردم. مقاله رو باز هم نشر کردن و نوشتن که در این سال صادرات برق به خارج کشور نظر به سال گذشته 2-3 برابر زیادتر شده است و مخصوصا در ماه دکبر نظر به سال گذشته افزایش صادرات یعنی بیشتر شده است، افزایش یافته است. وقتی که در ماه دکبر در داخل تاجیکستان نیروی برق نمی رسد، لیمیت برق موجود است، مردم از سردی، عذاب، از تاریکی، آزار اذیت میکشند و چگونه صادرات در این ماه بالا می رود؟ این خودش یک سوالی است که همه بینندگان و هموطنان ما برای خود بکنند که چگونه در چنین حالت ها حکومت قادر به اون چیز را قادر پیدا میکند، توانایی پیدا میکند که به افغانستان باشد، ازبکستان باشد، هر کشور دیگه نباشد، چیکار میکند؟ برق صادر میکند. بیا این مقاله را از رادیوی آزادی میخوانیم و بعداً باز یک چند مقاله دیگه از زمین رادیوی آزیا پیلوس است که این را با هم میخوانیم و بعد شلو برمیگردیم بازم مفصل در همین موضوع صحبت. این همطور که شما میبینید در رادیوی آزیا پیلوس این سامانه‌اش این مطلب نشر شده است. آخر سال 2024 تاجیکستان صادرات برق را زیاد کرد. یعنی ببینید در آخر سال 2024 ماه دکبر است، سال گذشته جمهوری از حساب صادرات برق به کشورهای همسایه حدود 113 میلیون دلار درآمد به دست آورده است. ماه دکبر سال گذشته تاجیکستان به خارج کشور به مبلغ زیاده از 6.4 میلیون دلار نیروی برق صادر کرد که تقریبا 53% زیادتر نسبت به ماه پیشین است. ببینید یعنی در ماه دکبر 53%، ماه دکبر سرترین ماه در تاجیکستان است، ولی اینا چیکار کردن؟ صادرات کردن 53% زیادتر نسبت به ماه پیشین است. در این باره اگنت آماری نزد پرزیدنت جمهوری خبر می‌دهد در صورت عموم در سال 2024 از تاجیکستان به خارج به مبلغ حدودی 13 میلیون دلار نیروی برقی انتقال داده شده است که 4% زیاده نسبت به سال 2023 میباشد. یعنی ببینید در ماه دکبر به ماه گذشته 53% زیاد، ولی در سال 12.4% این سال نیروی برق بیشتر یعنی صادر شده است به خارج کشور، به کشورهای همسایه، ولی ما در حدود داخلی وطن در حدود تاجیکستان در قلمرو تاجیکستان برق نداریم. این مشکلات واقعا باید یک مشکلی غم انگیز برای ملت، برای مردم، برای کشور ما و شما باشد. طبق معلومات برق تاجیک در موسم تیرماه و زمستان که در داخل حدود جمهوری کمبود شدید برق احساس می شود، نیروی برق در حجمی نه چندان زیاد تنها به افغانستان برای در حالتهای کارشایه نگاه داشتنی خطهای انتقالی و دیگر تجهیزات زیر ساختاری انتقال داده می شوند. قرار دادن انتقال به ازبکستان تنها در موسم تابستان است. انا ببینید اینجا یک دروغ خیلی آشکار، یک دروغ خیلی روشن است. شما خیلی در ماه دکبر 53% از ماه نوامبر که ماه نوامبر گرمتر است در تاجیکستان نظر به ماه دکبر، انتقال برق رو افزایش میدید و در اینجا باز میآید اعلان می‌دارد که نه، ما فقط به خاطر نگاه داشتن زیر ساختارها و همون سیم‌های برق یا همون نرم افزارهای برقی یک مقدار خیلی کوتاه صادر میکنیم تا اون رو نگاه بداریم، اونم 53%، 53% زیاد. این امکان نداره. این دروغ آشکار است.
یک آمار با آمار دیگرتون مطابقت نمی کند. حد امکان پیش از اون که یک مسئول حکومت، یک مسئول دولت این کار رو میکند، حد امکان یک بار اهمیت بدید که در اینجا آمار دیگری نشر کرده می شود از جانب این برق اونجا، یا که شما با هم یک هماهنگی ندارید و آمارهای خود رو از سامانهای خودتان نمیخوانید. قبلا شرکت انرژی افغانستان د افغانستان برش شرکت خبر داد که درباره خریداری برق در سال 2025 با شرکت برق تاجیک توافق حاصل کرده است. جزئیات دیگری از قرارداد و گفتگوی جالین‌ها در خبر ذکر نشده است. ببین حتی این شرکت باز درباره یک معلوماتی اخبار خبر داده است که ما الکی، یعنی که حکومت طالبان بر عوض اینه که حکومت تاجیکستان میگوید که ما با طالبان همکاری نمی‌کنیم، باز میگه که ما یک معلوماتی، یک قراردادی نوشتیم که بازم برق ادامه پیدا می‌کند این صادراتش. باید گفت سال 2008 تاجیکستان و افغانستان درباره انتقال برق از کشور ما به کشور همسایه تا سال 2020 سازشنامه به امضا رسانیدند که آخر هر سال جانب‌ها پروتکل علاوه‌ای به امضا می‌رسانند که در آن حجم انتقال برق برای سال من بعد و نرخ آن معین کرده می شود. یعنی قیمت برق هم مسئله از جانب اینها معین کرده می شود. یکی از برادر شامل شدن این را پیوست میکنیم و بعد از صحبت از همین جایی که ادامه دادیم ادامه میدیم. سلام علیکم قوای مرکزی، بفرمایید برادر. قوای مرکزی. سلام علیکم و درودی به پایان به مجری برنامه برادر ما عبیدالله سعیدی که امروز با تمام کوشش ها و خستگی و خسته ناپذیری بدون اینکه مثل ما در خانه بنشیند و چای کبود بنوشد در برابر شما آمده است و با شما صحبت میکند. بدون ترس و هراس انشاءالله که این برادر عزیز را دستگیری نمایید. قوه های مرکز فعلا در کوه قرار دارند و انتظار یک همین فرمانده هستند و مردم باید آماده باشند که این حکومت که امروز ما دربارش صحبت میکنیم، این حکومتی است که بدون تیارگی سر قدرت آمده. اینها هیچ آمادگی نداشتن که سر قدرت میآیند و یک الیت که زیاده از 100 سال نیاز دارد که هم سیاست تجارتی را بفهمند، هم سیاست فروختن برق بفهمند و در کجا اینا بفروشن، با چی مبلغ دریافت بکنن. اینها متاسفانه آماده نبودند و وقتی خواندن و تکامل کردن این افهام را هم ندارند، چون همیشه فکر ایشان در جمع آوری پول ها بگیم که محتل است. اونها همیشه درباره فایدهش فکر میکنن، نه درباره پیشرفتی همون ساحه. اینها را نباید جدی قبول کرد، چون که بنده تذکر کردم سالها نیاز است که چنین الیتها بآموزند سیاست چی، سودا در سیاست چی معنا دارد، سیاست خارجی چی معنا دارد، در داخل کشور باید چی کار کرد. مردم ما خیلی مردم صبور هستند و این وقت را نیز به این الیتی که نو خود را میسازد دادند، اما متاسفانه اینها باید قبول بکنند که درک این را حتی بعد 60 سال هم حکومت داری اینها درک تجارت درست و فهمیش تجارت درستی برق پیدا نخواهند کرد، بخاطر که اشخاصی درس خوانده و اشخاص فهمیده در گرد آنها جمع نیست. همین بود دیدگاه بنده برادر عبیدالله سعیدی. زنده و سلامت باشی برادر عزیز. امیدوارم که صحت و سلامت باشی و بسیار خوشحالم که در برنامه وارد شدین. ممنون برادر عزیز. ما همیشه گفتارهای انسانهایی که در راه حقیقت و در اون راه هستند که به هدف اساسی خود ساختن یک دولتداری تاجیکانه که نه وابستگی از گروه، از حرکت و از قوم داشته باشد، بلکه یک ساختاری سیاسی مهم و ملی باشد که تمامی اشخاص اون جامعه با هر دیدگاه بتوانند در اونجا پیشرفت بکنند و بر ضد همدیگر نباشند
پیشرفت یک ساختار و ما تاجیکان الان مشغول ساختن همون ساختار هستیم که همچون یک ملت در سیاست جهانی و در عموم بتوانیم جایگاه خود داشته باشیم. برادر عزیز زنده و سلامت باشی برادر. امیدوارم که انشالله برنامه بعدی بازم صحبت کنیم. خوب، تشکر زیاد. به امان الله. تشکر از فکر نظر. خدا نگهدار. خب هموطنان عزیز، ما برمیگردیم به موضوعی که صحبت داشتیم و از تشکر از برادرایی که پیوست شدن و پیرامون موضوع صحبت کردن و همچنین برادران و هموطنان عزیز، ما به همونطوری که برادر ذکر کردن واقعا اینها توانایی اداری همین کشور را ندارن و اینا تصادفی به این سر قدرت دومن. به همین سبب هیچ وقت نمیتوانن اول ملت را با مشکلاتشان با نیازشان برسن و بعداً چکار کنن با دیگر حالات. بیایید مقاله دیگر رو میخوانیم که در اینجا حکومت چگونه برق رو میفروشه، در حالی که میگوید که ماه دکبر یعنی لیمیت برق در تاجیکستان یعنی بوده یا نبوده. وقتی که اینا میگن که ما برق را در حالت میفروشیم که در تاجیکستان لیمیت برق موجود نیست، یعنی تابستان، در حالی که همونطور که شما دیدید در ماه دکبر در اینها چقدر مقدار برق صادر کرده بودن و ما عین حال اینجا از ماه دکبر برای شما مقاله میاریم که این مقاله رو با هم میبینیم از پیروز، همونطور که شما میبینید. ببین خب حتی این بیا ماه دکبرش بیاریم، بعد این من مقاله ماه ینور آوردم، بعد مقاله ماه ینور بیارم. اول مقاله سال 2024 ماه دکبر بیاریم، بعد برمیگردیم به مقاله ای دیگر. خب این مقاله است که در سال 2024 در ماه دکبر همونطور که میبینید 11 دکبر نشر شده است. خب در تاجیکستان راجع تامین اهالی به برق تنظیم کردند. در یک شبانه روز به اهالی باید 10 ساعت برق داده شود، ولی ساکنان کشور همانا از بی‌نظمی راجع برق شکایت کردند. میگویند که از ساعت 5 تا 8 در یک شبانه روز خانه هایمون روشن است و خلاص. این هموطنان عزیز ماه دکبر از همونطور که شما میبینید نشر این در روز 11 دکبر، یعنی همانا در ماه دکبر که اینا به 53% بیشتر از ماه نوامبر به افغانستان برق صادر کردن که مردم افغانستان را به برق تامین کنن، مردم داخل کشور تاجیکستان به برق کنن. 3 ساعت بیشتر از سال گذشته برق داده می شود. یعنی ببینید سال گذشته همین مشکلات موجود بوده ولی این سال باز هم فقط اندازه او را بیشتر کرد، یعنی 3 ساعت بیشتر صادر می‌کرد، در حالی که امام رحمانو باز هم همون وعده پوچ خالی خود را چکار کرد به مردم داد. این سال در سخنرانیش که تا سال 2027 وعده داد که کاملا لیمیت برق از بین برده می شود، در حالی که حرفا را سال 2005 میزد، 6 میزد، 7 میزد، 10 میزد، 11، 12، 15 یعنی همه ساله این وعده ها را حکومت و خود امام رحمان رو میداد به مردم که لیمیت برق از بین برده میشد، ولی همونطور که شما میبینید همه ساله لیمیت برق موجود است. اینجا در مسئولان وزارت بعضی پیلوت گفتن که شبکه‌های تقسیماتی برق علیه راجع انتقال برق بعد تنظیم در آورده است و موافق این راجع به حالی در یک شبانه روز باید 10 ساعت، صبح 3 ساعت از 5 تا 8 و شام 7 ساعت از 6 تا 23 برق داده شود. این مسئله را شما یک بار خوب دقت بدین. ببین من ایرا برای شما رنگش تغییر دادم که شما خوب دقت بدین. ببینید وقتی که ما میگیم در تاجیکستان لیمیت برق موجود است، بیشتری طرفداران حکومت میگویند که لیمیت برق نیست، ولی مسئولین خودش آشکار میگوید که در تاجیکستان لیمیت برق موجود است. اینجا از یعنی از پیروز از منبعی که در برق تاجیک دارد، یعنی مسئولین برق تاجیک گفتن که ما این قدر وقت برای مردم برق میتیم، دیگر وقتا مردم چیکار میکنن اون خودشون میدونن خدا.
همین طریق این لیمیت برق با ماه دکبر خاتمه یعنی محدود نمی شود. بازم همونطوری که من مقاله دیگری رو برای شما آوردم، این مقاله دیگری از آسیا پلوس بازم در آزار اذیت مردم در سال نو میلادی یعنی ماه ینور، همونطوری که شما میبینید 9 ینور یک ماه بعد، اون دهم یعنی یک ماه بعد بازم مقاله درباره برق نشر شد. اینجا میگه که چرا در عصر 21 ماه هنوز بدون برق زندگی میکنیم؟ سوال است که مسئولین پاسخ ندادند. سال 2025 را ساکنان در تاجیکستان با قطع نیروی برق پیشواز گرفتند. برخی از اهالی مضافات شکایت دارند که در هفته اول سال نو حتی تا 3 شبانه روز برق نداشتند. یک روز، 2 روز، 1 ساعت، 2 ساعت نه. حالا در اوجه مسئولی برق تاجیک گفت که نه، ما به مردم از ساعت 6 تا 9 صبحانه میتیم، بلکه همچنین از ساعت 4 شام تا 11 شام برق میتیم به مردم. ولی در اینجا میگه که در سال نو یعنی مردم تعدادش 3 شبانه روز برق نداشتند. این هم در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف در آخر ماه دکبر حین ارائه پیام سالانه‌اش ساکنان کشور را در 3 سال آینده پر از بین رفتن لیمیت برق امیدوار کرد. از وزارت انرژی و ذخیره‌های آب ماه دکبر و از اپریل گفتند که شبکه‌های تقسیمات برقی با این همون معلومات را داده است که در یک روز تا 10 ساعت باید به اهالی برق داده شود، چیزی که دروغ و بهتان است. برای همین هموطنان و همدیاران عزیز، همین طریقی که شما می‌بینید متاسفانه در تاجیکستان لیمیت برق همون مشکلاتش زیاد می شود. هر روزی این ناتوان‌ها، این ضعیف‌ها نمیتوانند برق را به مردم تأمین کنند که مردم از سردی، از خنکی، از تاریکی در بیایند و یک زندگی آسایشته در عصر 21 داشته باشند. حالا در اروپا اگر کسی را بگویی که تو برق نداری، خنده اش میگیرد. مردم ما با شعار اینه که خنده ام داروست انسان را تبابت میکند، با این شعار دارن چیکار میکنند؟ پیش روند دیگر که خب به برقی هم دیگر دارو است دیگه، حد امکان در یک جا میخندیم، در تاریکی زندگی میکنیم. حالا عیب است، این طرز زندگی کردن امکان ندارد، تجارت پیش نمیرود، اقتصاد کشور بالا نمیرود. وقتی که شما برق نمیتید، چگونه ساحه تجارت پیش برود؟ چگونه یک تاجر سرمایه گذاری کند برود از کشورهای ابرقدرت چیزهایی را بیارد که اونها توسط برق کار کنند و شرکت‌های بسازد که به 100,000 نفرها جای کار تامین کند؟ شما وقتی که حالت مهاجران مهنتی را میبینید، از این حالت سختی به تاجیکستان برمیگردن، در تاجیکستان چیکار میکنن؟ باز به تاریکی، به سردی و به برقی باز روبرو میشوند و در اونجا زندگی میکنند. حد امکان از این سختی که در اینجا برایشون ظلم میشود به تاجیکستان بروند، در تاجیکستان یک بهبودی، یک خوبی برای اونها داده شود، ولی متاسفانه چیکار میکنن؟ همین هم برای مردم نمیتین و مردم رو چیکار میکنن؟ باز هم روبرو میگردونن به عصر سنگ که شما باید در این پستی در ذلت قرار بگیرید و زندگی کنید. باز هم هر ماه پول برق آمده چیکار میکند؟ سیم شما را قطع میکند و شما را چیکار میکند؟ تهدید میکند که پول برق رو بدید. همون برق را که در ماه‌های ضروری، یعنی ماه نوامبر، دکبر، ینور، فوریه که ماه‌های ضروری هستند، برای شما برق نمیتین. در ماه‌های سردی برای شما برق نمیتین و در ماهایی که همون برق لازم نیست، روشنایی وجود دارد، روزها طولانی است، هوا گرم است، برای شما برقی نادرست میتین، بعد میان برای شما که پول مال برای ما بدید. حالا این مشکلات را باید درک کرد. این گونه نمیشود پیش رفت. برای همین همدیران عزیز، من وقتی شما را طولانی نمیگیرم، اگرچه من در اول گفتم که برادرها متاسفانه کانال ما چند مدت میشود نوار نداشت و از این سبب بیننده ما کم است. من از همه شما خواهش میکنم که کانال ما را دستگیری کنید و برنامه ما هر هفته پی هم ادامه خواهد کرد و برنامه‌های نوی در نظر گرفته شده است که در کوتاه‌ترین فرصت آنها راه اندازی کرده میشوند و ما میتونیم برای شما برنامه‌های قوی و خوب و خبری پیشنهاد کنیم که بتوانیم یک منبری بسازیم که معلومات و عمومی مردم تاجیکستان را از آگاهی اخلاقی، از آگاهی ملی، از
حقوق اولیه‌شان برخوردار بگرداند و با هم بتوانیم یک تاجیکستانی بسازیم که در آن همه شرفمندانه زندگی کنیم، وگرنه هممون در ذلت قرار میگیریم. هر یک باری که من اسم تاجیک را در یک لیست پستی، در یک حالت پستی میبینم، واقعا خودم خجالت میکشم که اون تاجیک است. یعنی به همین خاطر وقتی که ما نمیخواهیم یک تاجیک در ذلت قرار بگیرد، در پستی قرار بگیرد، شأن و شرف تاجیک پست نشود، آبروی آن بالا برده شود، باید ما با همدیگر کمک برسانیم، باید ما یکدیگر را چکار کنیم، بآموزونیم با اون علمی که اون تجربه‌ای که ما داریم و کوشش کنیم که یک تاجیکستانی سربلند باشد. هر جایی که اگر ما دست یکدیگر گرفتیم، بدانید که ما و شما پیروز میشیم. هیچ وقت یک دست پیروز شونده نیست، دو دست همیشه پیروز میشود. به همین خاطر من امید دارم که ما با اتحاد و سرجمعی یکدیگر میتوانیم چکار کنیم، آینده این ملت و این کشور را آباد بسازیم و ملت را از این ذلت، از این پستی نجات بدهیم. یک باقی شما رو به خدا میسپارم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم و امیدوارم که بازم در برنامه بعدی شامل میشوید، در صحبت میکنیم. باقی خدا نگهدار. سلام علیکم.